واسه درست کردن این مارشمالوهای فوق‌العاده خوشگل و گوگولی و خوشمزه احتیاج داریم به یک بسته پودر ژله آلوورا. پودر ژله رو به همراه شکر و 1/4 لیوان آب جوش توی یک ظرف می‌ریزیم و با همزن دستی هم میزنیم تا ذراتش کاملا حل بشه. برای اینکه بهتر ذراتش حل بشه میتونید بزنید روی بخار کتری. بعد با همزن برقی اونقدر هم میزنیم تا کاملا پف کنه و حجیم بشه و رنگش هم روشن بشه. حالا به هر چند تا قسمت که دوست دارید تقسیم کنید و با استفاده از رنگ خوراکی اونا رو رنگ کنید. من فقط آبی و صورتی درست کردم. مواد مارشمالو رو توی قیف یک بار مصرف ریخته و کنار میذاریم. حالا توی یک ظرف دیگه که نشاسته ذرت ریختیم رو با تخم مرغ حفره ایجاد میکنیم روی نشاسته و از مواد مارشمالو داخل اون حفره ها میریزیم و حفره رو پر میکنیم و به مدت 5 دقیقه میذاریم یخچال تا یکم خودش رو بگیره. بعد از 5 دقیقه از یخچال بیرون میاریم و گوش ها و بینی خرسمون رو میذاریم و با استفاده از رنگ خوراکی مشکی به کمک یه دونه خلال دندون براش چشم میذاریم. نوش جان.